دوستی با کافر، رابطه دوستی با کافر، چه به عنوان یک فرد با فرد، چه به عنوان یک کشور با کشور، حرام قطعی است. قرآن میگه فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب، وقتی با کافر روبرو شدیم گردنای اینا رو بزنیم. میگه چنان خون اینها را بریزیم که چطور بشه؟ تا دیگه کفار پای خود پیش پای خود. جوانا در یک مصیبت دیگه غرق هستن که شهوتشان که غلبه میکنه، خودتان میفهمید که چه مصیبت است. زنگ میایه میگه چی چاره کنیم؟ رای آسان و شمیس، یعنی با کافر رزمیدن، زن و شکنیز گرفتن، خلاص. این رای آسان است. زنای کافر تیارتا شوهرش کافر بود، چون شوهرش کافر است. کافرها از جمله انسانای واقعی نه. بدون نکاح میتونی که این کنیز بگیری، فقط یک فرق داره، اگر نکاح کنه خوبه، خوب شوهر هم داره، لیکن چون این کنیز است، کافر بود شوهرش، به این خاطر اصلا دنیا برای مسلمان ها است، نه برای کافرها. خواهش سر کافرها ظلم نیست؟ نه. وقتی که با کافر ملاقاتت حاصل شد، فضرب الرقاب، چی در کار است؟ بزنین در گردنشان، حتی اذا اثخنتموهم، تا که بکشین، کسرت خونریزی بکنین، فشد الوثاق، محکم کنید قید و ولچک و زولانه را که نگریزن اسیر شه.